به نام خدا، دکتر نیلا بهداد هستم. دوستان و همراهان گرامی کانال دکتران برتر، وقتتان بخیر. در ادامه با ما همراه باشید و همچنان خوشحال میشم که کانال دکتران برتر را سابسکرایب کنید و روی علامت زنگوله کنار سابسکرایب را بزنید تا از انتشار ویدیوهای بعدی ما با خبر بشین. و موضوع برنامه امروزی ما علت خارش واژن و درمانهای خانگی آن می باشد که می خواهم در این ویدیو برای شما بیان کنم. علت خارش واژن و درمان آن. اکثر خانم ها طی دوره در زندگیشان دچار خارش ناحیه تناسلی شده است. این خارش اکثرا مدت کوتاه ادامه پیدا می کند و پس از آن خود به خود بهبود می یابد که در این صورت جای نگرانی نیست، اما در صورتی که خارش دارای حداقل یکی از این ویژگی ها باشد به عنوان یک مشکل در نظر گرفته می شود و نیازمند پیگیری های تشخیصی و درمانی است. خارشی که مدت طولانی باقی بماند و بهتر نشود، خارشی که شدیداً زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد و آزاردهنده باشد، خارشی که تکراراً صورت بگیرد، خارشی که همراه با ترشحات غیر طبیعی واژن باشد. در این مقاله درباره علت خارش واژن بعد از نزدیکی خارش واژن در بارداری، خارش واژن قبل از پریود یا عادت ماهوار و خارش واژن بدون ترشح صحبت می‌کنیم. خارش واژن نشانه چیست؟ مهمترین عامل خارش واژن شامل این موارد است: عفونت باکتریایی واژن، عفونت قارچی واژن که باعث سوزش، ترشحات و خارش شدید واژن می‌گردد. عفونت مقاربتی از علل خارش واژن هستند. این را به یاد داشته باشید که اگر عفونت باکتریایی واژن کم باشد، میتوان آن را در خانه درمان کرد. در مقاله درمان خانگی عفونت باکتریایی واژن شما با انواع راه‌های درمانی آشنا خواهید شد. واکنش‌های آلرژیک و حساسیتی یکی از مهمترین و شایع‌ترین علل خارش واژن تماس با مواد حساسیت‌زا میباشد. از موادی که ممکن است برای واژن آلرژیزا باشد میتوان به اینها اشاره کرد: مواد شیمیایی از قبیل شوینده‌های لباس، سفید کننده‌ها و نرم کننده‌ها، الیاف مصنوعی، صابون‌ها، اسپری‌های بهداشتی بانوان، عطرها، نوارهای بهداشتی، دستمال توالت، رنگ پارچه، کریم‌های واژینال، کاندوم، وجود آیودی برای جلوگیری از بارداری، داروها مثل آنتیبیوتیک یا استروئیدها، لباسهای زیر مرطوب و تنگ و دیابت کنترل نشده می باشد. خارش واژن قبل از پریود و یا عادت ماهوار. برخی از خانم‌ها چند روز قبل از پریود یا عادت ماهوار احساس خارش در واژن دارند. این خارش بسته به ویژگی‌های خاص بدن هر فرد در هر زمانی از سیکل قاعدگی ماهانه می‌تواند اتفاق بیفتد و علت اصلی آن به pH واژن و تغییرات هورمونی برمیگردد. pH طبیعی واژن در محدوده 3.5 تا 4.5 و اسیدی است. بالا رفتن این pH همراه با رشد باکتریاها است و میتواند علت خارش واژن باشد. همچنین در آغاز پریود یا عادت ماهوار سطح هورمون استروژن در بدن کاهش می‌یابد و این موضوع دیواره واژن را آشفته می‌کند. در این زمان احتمالاً نوع التهاب و به دنبال آن کاهش pH در واژن اتفاق می‌افتد. مخمرهایی که عاشق محیط به شدت اسیدی هستند ممکن است در این دوره کمی رشد کنند و موجب خارش واژن گردد. این مورد همیشه دلیل وجود عفونت نیستند، چرا که در اکثر موارد واژن از پس تمیز کردن محیط خود برمی آید و اجازه رشد پیش از حد باکتری ها و میکروارگانیسم ها را نمی دهد. عفونت وقتی اتفاق می افتد که رشد باکتری ها پیش از حد رخ بدهد و علائم بیشتری را ایجاد کند. خارش واژن در بارداری. ترشحات واژن در بارداری افزایش می‌یابد و همین موضوع می‌تواند منجر به تحریک و خارش واژن شود. همچنین اگر خارش همراه با ترشحات غیر طبیعی واژن باشد، احتمالاً نشانه عفونت‌های واژینال است. اگر خارش واژن در بارداری به طور مداوم وجود داشته باشد و برطرف نشود، بهتر است موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید. پیشگیری و درمان خارش واژن. نحوه درمان خارش واژن به علت زمینه ایجاد آن بستگی دارد. اگر عفونت‌ها علت خارش باشند، باید به کمک آنتیبیوتیک مداوا شوند. هیدروکورتیزون می‌تواند در کاهش التهاب و بهبودی علائم کمک کننده باشد. نکات مهمی که باید جهت پیشگیری و درمان خارش واژن رعایت کنید: ناحیه تناسلی خود را تمیز و خشک نگه دارید. از لباس‌های زیر با سایز مناسب استفاده کرده و از پوشیدن لباس‌های زیرهای تنگ خودداری کنید.
از شستشوی زیاد واژن با صابون بپرهیزید و جای آن تنها از آب خالی استفاده نمایید. شستشوی روزانه با شامپو بچه موردی ندارد، اما بیش از یک بار در روز توصیه نمی شود. در آب گرم بشینید. آبی که گرم باشد نه خیلی داغ. از گرفتن دوش واژینال خودداری کنید، چرا که باکتریاهای مفید واژن را از بین میبرد و فرصت رشد را به باکتریاهای مضر میدهد. هنگام شستشو خود را از جلو به عقب پوشید. اگر دیابت دارید، گلوکوز خون خود را تحت کنترل داشته باشید. از اسپری های بهداشتی و مواد معطر در این ناحیه استفاده نکنید. از لباس های زیر نخی استفاده کرده و هر روز لباس زیر خود را تبدیل نمایید. زیرا خود را نخارانید، این کار می تواند ناحیه تناسلی را حساس تر کند. بهتر است تا زمان برطرف شدن علایم از نزدیکی خودداری نمایید. نکته نهایی در مورد خارش واژن. خارش واژن می تواند ناشی از علل متفاوت باشد، از تغییرات هورمونی، سایکل قاعدگی و بارداری گرفته تا عفونت و حتی سرطان. اکثر مواقع خارش واژن خود به خود بهبود می‌یابد و برای بهبود آن نیازمند مداخله نیستیم. در صورتی که خارش آزاردهنده باشد و از بین نرود، بهتر است برای درمان و مشاوره با پزشک صورت گیرد تا علت زمینه این مشکل پیدا شود. پماد هایدروکورتیزون در کنار روش‌های درمان خانگی می‌تواند در کنترل و برطرف شدن علایم کمک کننده باشد. استفاده طولانی مدت از هایدروکورتیزون توصیه نمی‌شود. در صورتی که علایم رو به بهبودی نرفت، حتما به پزشک مراجعه کنید. در اخیر تشکر میکنم از شما تا این لحظه ما را همراهی کردید. امید که مطالب گفته شده در این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.